ارزش هایی که دریافت کردم بر اساس عقل و روان و احساس و طبیعت و هرچی، و اسمش رو میگذارم، میگیم واقعیت. بعد به این فکر میکنم که در این عالم اون ارزش ها که من بهش پی بردم و دریافت من از این عالمه یا حتی از خودم، متکی بر اون ابزاری که در اختیار من بوده، به نسبت اون حقیقتی که من هستم و ابزاری که در اختیار ندارم، من چقدر از خودم رو فهمیدم. یا این خلقت، حالا میگیم خلقت رو ولش کن چون خیلی بزرگه، خب میایم میگیم آقا فعلا خلقت رو ول کن، کرات دیگه و نمیدونم فلان و کهکشان و خدا و خالق و هست و نیست و اینا. فقط و فقط در مورد خودم بگم آقا من خودم رو فکر میکنم میدونم کیم چیم، ولی تو عمق این مطلب میرم که آخه فرزاد با چه ابزاری تو فکر میکنی میدونی کی هستی، اصلا چی هستی، کی هستی، چرا اینجا هستی. خب و وقتی میرم تو عمقش میبینم بابا ابزاری که من متکی بر اون اساس و با اون ابزار خودم رو میگم میفهمم یا میشناسم، اینقدر این ابزار ضعیفه و ناقص که حقیقتش رو بخوای بیشتر به اون منی باور دارم که نمیشناسم تا اون منی که میشناسم. ببین اون منی که من میشناسم، از خودم که صحبت کنم، این من وابسته به زمان، مکان، بدن، طبیعت، همه این ارزش‌ها که همه ما آدم‌ها پذیرفتیم. ولی اگر واقعا یه خورده صادقانه فکر کنم بگم که آخه فرزاد میتونی تو خیلی چیزهای دیگه باشی که در محدوده هویت ذهنی تو نیست. عقل و علم و زمان و مکان میدونی قادر نیست در این محدوده این ارزش های خودت بیان بشه. و به این نتیجه میرسم من خیلی 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 بیشتر از اونی هستم که فکر میکنم میفهمم. یکی از چیزهایی که اعتقاد دارم هستم، در من هویتی هست که نمیتونه محدوده به زمان و مکان باشه. و من فکر میکنم این نوع فکری که تو ذهن من میاد انگیزه در من ایجاد میکنه در جستجوی ابزار دیگه‌ای باشم به غیر از علم و عقل، به غیر از ابزاری که وابسته به زمان و مکانه، که اون ابزاری که کشف میکنم باعث بشه خودم رو با ارزش‌های دیگه‌ای هم حس کنم که انسانی که فقط مثلا متکی به علم و عقله قادر نیست بشناسه. حالا میگی مثلا چه ابزاری؟ خب برای مثال دیگه، برای مثلا یکیش حالا اصطلاحاً میگن قلب، ولی یکیش فرض کن الهام. خب مثلا به هنرمندا الهام میشه، چیزی رو خلق میکنن که من نمیتونم. دیروز بود توی اینترنت یه مصاحبه 10 دقیقه بود با آقای بنان، خیلی جالب بود برام. مثلا هنرمندا چه ابزاری دارند که بر اساس اون ابزار چیزهایی رو خلق میکنن که من نمیتونم. مثلا یه انسانی که میگه من عاشقم، چه ابزاری در اختیار داره که بر اساس اون ابزار چیزی خلق میکنه یا حس میکنه که من نمیکنم. حالا از این حرف نتیجه‌ای که میخوام بگیرم برای خودم خیلی جالبه اینه که به نظر من یا آدم به طور کل نباید خیلی تکیه بکنه به ارزش هایی که باور داره یا شناخته. انسان به نظر من نباید مدعی باشه که من بهتر فهمیدم، اون چیزی که من فهمیدم کامله، بهتره. از این جهت باز برمیگردم به اون مطلبی که یه مدت زیادیه بهش رسیدم، اینه که یه طبقه باورمند هست در جامعه، یه باوری دارن و این باور متزلزله، و یه طبقه اقلیت هست که اینا به یقین رسیدن و اینا این طبقه خلاقن. آدمایی که به یقین رسیدن اصلا وارد گفتگو و بحث و جدل و اثبات و اصلا نمیشن، کاری به کار دیگران ندارن.
چون به نظر من آدمایی که اسیر باور هستن، انسان با باور خودش نمیتونه به اون تعادل، به اون استقنا برسه، چون این باور بر اساس یک ابزار و ارزشاییه که یقین نشده هنوز. نتیجتا انسانی که اسیر باوره در اثر گفتگو و بحث و اینا در حقیقت میخواد جایگاه خودش رو ثابت کنه، یعنی به اون یقین برسه. مثلا من با تو بحث میکنم راجع به یه مطلبی، گفتگو میکنیم، تو برای من مدرک میاری، دلایل عقلانی و منطقی میاری، من ردش میکنم، اینو ادامه میدیم. یا حتی بعضیا جدل میکنن، بعضیا فوش میدن، بعضیا بی احترامی میکنن به باور دیگری. به نظر من این نمایانگر اینه که اون انسان هنوز خودش در یک جنگ درونه، چون به یقین نرسیده. چون من اگه به یقین رسیدم کاری ندارم که دیگری منو میفهمه نمیفهمه، مخالفه موافقه، نیازی ندارم به کسی چیزی رو ثابت کنم یا علاقه داشته باشم کسی دیگه به من چیزی رو ثابت کنه. مثل یه هنرمند بر اساس اون یقین من اون تابلو رو که نمایانگر دریافت من از این هستی هست، اون تابلو رو میکشم و به دیوار خونم آویزون میکنم و از تماشاش لذت میبرم. مثلا در مورد خودم همین ضبط کردن مطلبه، همینی که الان امروز دارم، همین الان دارم ضبط میکنم، باور کن اینو خودم، چون یه مسائلی رو من 7 سال 8 سال 6 سال پیش ضبط کردم، باور کن وقتی گوش میکنم از اکثرشون لذت میبرم. مثل یه نقاشی که به یه اثری که 10 سال پیش 20 سال پیش خلق کرده تماشا میکنه و لذت میبره. از ثمره وجود خودش آدم لذت میبره، اون عشق رو در اثر خودش میبینه، حس میکنه. و هر صورت این مطلبی بود که در ذهن من بود و حالا سوال مطرح میشه، خب تو در چه مورد به یقین رسیدی؟ مثلا من در یه مورد که به یقین رسیدم همین که ابزار غیر قابل تصوری در انسان در اختیار داره که بر اساس اون ابزار میتونه هویت خیلی واضحتر و بزرگتر، نمیدونم چی میگن بهش، از خودش رو دریافت کنه، از هستی رو دریافت کنه. ابزار بیشتر از فقط عقل آدمه، روان آدمه، علم آدمه. مثلا ما الان علم امروز دریافتی که از معنای ماده داره تا مثلا 1000 سال پیش فرق داره. انسان امروز بر اساس مثلا همین اینترنت دریافتی که از معنای مکان داره متفاوته تا 1000 سال پیش، تا 200 سال پیش. برای این بشر امروز که دسترسی به اینترنت داره، زمان و مکان و همه اینا ارزشاش معناش متفاوت شده. ببین من و تو الان داریم مثلا با هم صحبت میکنیم، ولی از نظر زمان من 3 ساعت از تو جلوترم. حالا اگه من اروپا بودم 9 ساعت از تو جلوتر بودم، 9 ساعت، یعنی تفاوت بین جایی که تو هستی و من هستم 9 ساعته، ولی رابطه‌ای که بین من و تو هست در همین لحظه هست. یعنی این 9 ساعت زمان بی معناست. متوجه هستی چقدر جالبه؟ من و تو 9 ساعت از هم فاصله داریم. حالا تصور کن مثلا 100 سال دیگه انسان میره کره ماه و اصلا تفاوت زمانی یه شکل دیگه میشه. مثلا فرض کن یه جوری بشه که من و تو از طریق یک وسیله مثل اینترنت مثلا 100 سال 200 سال دیگه با هم صحبت کنیم، ولی از نظر زمانی من و تو 1 سال از هم فاصله داریم، نه 3 ساعت نه 10 ساعت، 1 سال. ولی به کمک همین اینترنت من و تو در همین لحظه شاهد همدیگه هستیم. فکر ما، ذهن ما، گفتگوی ما داره رد و بدل میشه، در صورتی که از نظر زمانی 1 سال تفاوت داریم. خیلی جالبه این مسئله. اگر این رو معناش رو خوب آدم درک کنه متوجه میشه که حتی میتونه، شاید بعضی انسان ها هستن این ادعا رو میکنن که این رابطه رو دارن با یه هویتی که 1000 سال پیش وجود داشته. متوجه منظورم هستی؟ خیلی قشنگی. خود فکر کن، مگه نداریم در تاریخ انسانی که ادعا میکنه 1000 سال پیش مثلا اون هویت با اون یکیه، یعنی این رابطه هست، یعنی به معنایی در حقیقت زمان معنا نداره. من دارم میگم من الان اگر اروپا می بودم یا استرالیا می بودم، زمان من و تو با هم دیگه مثلا 10 ساعت 15 ساعت تفاوت داره.
یعنی تو الان دوشنبه است برای تو، برای من یه شنبه است. حالا فرض کن تو علم به جایی برسه تفاوت زمانی من و تو 1 سال باشه، 100 سال باشه، 1000 سال باشه، پس زمان بی معنا میشه، چون علم به جای رسیده من و تو با هم این رابطه رو داریم در صورتی که 1000 سال تفاوت از هم داریم. خب زمان معناش عوض میشه. من الان تو یه چیزایی میگی من الان درک میکنم در صورتی که از من 3 ساعت عقبی، 10 ساعت عقبی، 15 ساعت عقبی، 1 سال عقبی، 10 سال عقبی، ولی تأثیر میذاری روی ذهن من در صورتی که از هم 10 سال عقبیم، 1 سال عقبیم، هرچی. نتیجتا حالا فرض کن الان نه 500 سال دیگه انسان ها، همین انسان ها توی یک جایی توی این کهکشان باشن که تفاوت زمانیشون 10 ساله، ولی به همین وسیله که من و تو الان در ارتباطیم، با هم در رابطه هستن. خب زمان رو موقع چجوری معنا میکنی؟ یا مکان رو چجوری معنا میکنی؟ این معنایی که الان من و تو برای زمان و مکان قائلیم، 100 سال پیش این رابطه که من و تو داریم قابل تصورم نبود که دو جای کره زمین با زمان متفاوت در یه لحظه با هم هستیم. حالا حساب کن یه روز یه جور باشه من و تو از هم اینقدر دور باشیم که 1 سال از هم دور باشیم.